салом бинандагони арҷманд, шуморо барои ошноӣ бо муҳимтарин хабару таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон даъват мекунем. Ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ дар рӯзи сешанбе 24 июн аст. барои таҳияи он тими ҳамкорони мо дар Тоҷикистон ва Прага заҳмат кашиданд. ҳоло бо мавзӯъҳои асосии нашр шинос шавед. ҷанги 12-рӯзаи Исроилу Эрон хотима ёфт. оё баъди ин дар ховари миёна сулҳи давомдор пойбарҷо хоҳад буд؟ ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ. ба Русия равем ё не тартиби нави вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия бисёриҳоро дар Тоҷикистон нигарон кардааст. QR-код чизи Москва чизе гуфтесай ай Россия номин бория минда вардумда ва вохима галтидая минда. сарнавишти афсари захмии замоне барои ҳимоят аз ватанаш ҷонфидоӣ карду ҳоло касе ба ӯ дастиёрӣ дароз намекунад. ба тиёфр мегарда бо шикрона мекунам хай мегум намеоилам вазмине дар хона сета келин дорам. субҳи сешанбе президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп гуфт Исроилу Эрон ба оташбас мувофиқат карданд. ӯ аз ҷонибҳо даъват кард ки созишро вайрон накунанд. пеш аз он Трамп гуфт ки Эрон ба оташбас мувофиқат карду Исроил баъди 12 соат ба он ҳамроҳ мешавад. сарвазири Исроил Беньямин Нетаньяҳу ҳам изҳор намуд ки кишвараш оташбасро пазируфтааст, зеро ба гуфтаи ӯ ҳадафҳои Исроил дар мавриди бартараф намудани таҳдиди ҳастаиву баллистикӣ иҷро шуданд. қабл аз барнома аз шориҳи радиои Озодӣ Киён Шарифӣ пурсидам ки оё кадом аломате буд ки ҷанг бо чунин суръат хотима меёбад? به هیچ عنوان. و جالب اینجاست که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد که قراره آتش‌بسی اتفاق بیفته و بعد از اینکه اعلام کرد بعضی کاربرایی که به رژیم ایران نزدیک هستن توییت میکردن که این یک دروغه و همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و ما به جنگ با اسرائیل ادامه خواهیم داد. ولی وزیر امور خارجه ایران بعد از چند ساعت نوشت که ایران قصد نداره به اسرائیل حمله بکنه مگر اینکه اسرائیل حمله بکنه به ایران مجددا. و یه چیزی هم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ایران به طور رسمی به این نمیگه آتش بس، چون اگه بگه آتش بس یعنی داره قبول میکنه که با کشور اسرائیل مذاکره کرده به صورت غیر مستقیم احتمالاً که به آتش بس برسن، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و همچین چیزی نیست. ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و بنابراین به طور رسمی نمیگه که آتش بسی در کار هست. сипас аз ҳамкорамон пурсидам оё метавон гуфт ки оташбас ва созишҳои кунунӣ як пойгоҳи мустаҳками назму субот дар ховари миёна хоҳад шуд? سوال خوبیه و این چیزی که فقط زمان میتونه به ما بگه که پایدار میمونه یا نه. همین الان مثلا اسرائیل میگه که ایران نقض کرده آتش بس و ایران میگه نه نقض نکرده. ممکنه تا یکی دو روز آینده مجددا حملات کوچکی به هم انجام بدن، ولی فکر کنم هر دو طرف خسته شدن از جنگ. میگویند ҳарими ҳавоии Эрон зери назорати комили Исроилу Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор гирифт. артиши ҷумҳурии исломӣ ба виҷа дар ҳаво натавонист муқовимати ҷиддӣ нишон диҳад. бисёриҳо аз заъфи режим суҳбат мекунанд ва ин масъала дар рӯзҳои ахири низо зуҳур намуд. аслан таҳаввулоти баъдиро шумо чӣ гуна пешбинӣ мекунед؟ بعضیا میگن که این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده و ممکنه این اجازه رو به مردم بده که به تظاهرات رو شروع بکنن که جمهوری اسلامی رو کنار بذارن، ولی ممکنه این اتفاق هم نیفته و ممکنه که هاردلاینرهای ایران بیشتر قوی تر بشن، مخصوصا اینکه الان میتونن بگن که دو تا کشوری که بمب هسته‌ای دارن اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن که بمب هسته‌ای نداره و شاید بخوان از این استفاده بکنن که شروع کنن رفتن دنبال بمب هسته‌ای. تشکر. کیان شریفی شارح رادیوی آزادی بود که درباره تحولات اخیر نظامیان اسرائیل و ایران معلومات داد.
در ازبکستان با قرار پرزیدنت شوکت میرزیویف دختری کلانیش سعیده میرزیویوی 40 ساله رئیس دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. از ماه آگوست سال 2023 سعیده میرزیویوا در مقام یاوری پرزیدنت کار میکرد و تا اون زمان مدیر بخش مخابرات و سیاست اطلاعاتی دستگاه پرزیدنت بود. رئیس دستگاه پرزیدنت تعیین شدن فرزندان سران آسیای مرکزی پدیده نو نیست. آزاده رحمان دختری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از سال 2016 این وظیفه را اشغال میکند و پیشتر در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان کار میکرد. سعیده میرزیویوا را در ازبکستان جایگزین آینده کرسی پدرش مینامند و عین زمان برخی از تکرار شدن سرنوشت گلناره کریم و دختری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریمов هشدار میدهند که برای یک قطار جنایت‌های سنگین به حبس محکوم شده است. در تاجیکستان یک هفته پیش از فعال شدن قاعده نوی ورود به روسیه نرخ بلیط پروازها در عمل پرواز کردند. شروع از 1 ایول پیش از وارد شدن به خاک روسیه از مسافران از جمله مهاجران کاری از تاجیکستان طلب می شود که خود را در سامانه خدمات دولتی روسیه با نام گوسوسلوگی ثبت نام کنند. وقتی وارد شدن به کشور QR کد یا رمز اینترنتی به هر مسافر داده سامانه گوسوسلوگی باید نشان داده شود وگرنه او را به روسیه راه نمیدهند. در چنین شرایط شرکت های بلیط فروشی هم ظاهراً از پی افزایش درآمد شده نرخ بلیط ها را گران کردند. برات یوسفی و ارشاد سلیمانی از دوشنبه گزارش میدهند. از 5 تا 7 هزار سومانی ارزش بلیط هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روسیه است. اما این نرخ تا 30 ایون است. بعد این روز بلیط از 3000 سومانی هم ارزانتر می شود. دلیل پرواز ناگهانی قیمت بلیط ها حتمی شدن ثبت نام با QR کد و یا گرفتن رمز مخصوص در پایگاه دولتی گوسوسلوگی رو آیدی است. QR کد چیزی مسکو چیزی گفته سین ایراسیا نامین بوری امین دا مردم دا و کو وهمه غلطی دا امین دا مردم چه فهمونم تونا خیال میکنه که روس میمونیم بعد یمی کورا گچ شوا بروی امین سببش بروی امین اگه سراسیمش دین این استفاده بود دسین نرخو بالا رفته تو هفته داشه تو هفته ماست. روسیه از 1 ایول قاعده‌های ورود به کشور را برای سیاحان و شهروندان کشورهایی را که با آنها روابط ندارد تغییر داد. از آن روز بعد هر کسی که به روسیه سفر کردنی است باید 72 ساعت پیش از ورود به خاک روسیه خود را در پایگاه گوسوسلوگی رو آیدی ثبت نام کند و رمز مخصوص را بگیرد. اگر این رمز را نداشته باشد در گذرگاه مرزی او را به روسیه راه نمی‌دهند. روسیه گفته است که این تدبیر برای پیشگیری نمودن از مهاجرت غیرقانونی و نظارت مهاجران در قلمروش ضرور است. Пока что в данное время это пока не работает приложение завтрашнего дня с 24 июня оно حالا این ضمیمه فعال نیست. از فردا 24 ایون فعال می شود. شاید در اول یگان مشکلات پیش می آید اما بعداً همه چیز برقرار می شود. مسافران را ما آگاه می کنیم. آنهایی را که برای ماه ایول چیپته می خرند ما آگاه می کنیم که شما این رسمیات را نگذارید. ممکن یگان پیامد داشته باشد. ما مسئولیتش را بر دوش نداریم. رسما ما مسافران را آگاه می کنیم. البته ما کمک می رسانیم به آنهایی که نمی فهمند. زیرا بسیاری ها نمی فهمند. Тем, кто не понимает, будем помогать, скачивать там, объяснять. برخی از بلیط فروشی‌ها برای ماه ایون بلیط نمی‌فروشند و منتظر فعال شدن قاعده‌های نو هستند چون از احتمال بازپس گرداندن مسافران و دعوای آنها برای پول بلیط بیم دارند. قاعده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می‌داند. با گفته حامیان حقوق طلب رمز مخصوص از مسافران یک نوع نظام ساده‌تری روابط است که از مردم کشورهای آسیای مرکزی طلب می‌شود. هدف دیگر نظارت به مهاجران کاری است که یک سال اخیر مقامات روسیه آنها را گناهکار تمام مصیبت‌ها در کشور می‌نامند. یک افسر تاجیکی در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان زخمی شده است. 3 سال بعد این ماجرا هم چشم برای یاری حکومت می باشد. شاهرخ جلالوف می گوید در مناقشه های سال 2022 زخمی و در نتیجه معیوبیت درجه 2 گرفت. تمام نفقه‌اش برای معالجه او صرف می شود. چند پیش او در ملاقات با مقامات وزارت دفاع از احتیاجش به طبابت دراز مدت طبی و یک خانه جداگانه لب گشاد و اکنون نمیداند
تا کجا در پاسخ به جان‌نثاری‌های او یاری دسترس خواهد کرد یا نه؟ محمود جان رحمتزاده با افسری بازنشسته هم صحبت شد. این افسر سابق که در جنگ مرز تاجیکستان و قرغیزستان زخمی شده است میگوید وضع سلامتیش بدتر می شود و مقامات وعده برایش دادن منزل را اجرا نمی کنند. کاپیتان بازنشسته شاروخ جلالوف در سال 2022 در نزدیکی دهه خیستیورز ولایت سوخ زخمی گشت و 8 ماه بستری بود. همین مناقشه‌های همین نزدیک سرحدی که میشد مثلا دوی ما در حالت ملاباش بودیم 16 سپتامبر سال 2022 هنگام اجرای سپارش جنگی ما با همه قطعی که ما در وابسته شدگی بود که ما با همونجا سفر باشیم و سپارش را اجرا کردیم. در اون لحظه ما جراحتی و تشخیصی برداشتیم. شاروخ میگوید در جای زخمی شده سرش سیلیکون گذاشته اند. بعد از تبابت‌های طولانی او را معیوب گروه دوم اعلان کردند و بازنشسته شد. با وجود معلولی سال 2024 دوباره به ارتش برگشت تا کار کند و صاحب خانه شود. اما زخم عذابش داد و مجبور شد که استعفا دهد. او میگوید هنوز پیش از دوباره به ارتش پیوستنش به پرزیدنت کشور امام علی رحمان چندی نامه نوشت اما صاحب خانه نشد. تازه از سال 2023 مکتوبی که ما با دستگاه پرزیدنت کرده بودیم با همین کمیته خطلون بادیجا و کلوب از 2023 تازه یگان پاسخ ما نامادگی نیست کمیته شهری کلوب. برای گرفتن پاسخ چندین بار به در شهرداری کلوب رفته است. میگوید او را یکی از مؤمنان شهردار قبول کرد و همراهش صحبت نمود. وعده دادند که کمکش میکنند. حالا خواهش خانواده و مادرش هم همین است که شاروخ صاحب خانه خود باشد. وی با 2 فرزندش در خانه مادرش زندگی میکند. 1000 مرتبه شکرانم قواسته با در خانه با تیوق پر میگرده و شکرانه میکنم. خیلی میگم نمی اویلم وزمینه در خانه 3 تا کلین دارم. هر کمیش 3 گودکی شکرانش نمیخواد جاغ وقت نمیوردارم. میگم این بچه من صاحب یک خانه کنه که با خودش بره و زندگی کنه. 2800 سامانی نفقه معیوبی به زندگی اویله شاروخ نمیرسد. برادران مهاجرش به وی یاری میدهند. با برادرانم تکیه میکنیم. ما در اویله 4 برادریم و مهاجرت مهنتی. ما در حولی قدیم با دستگیری اما مقصد ما زندگی کردیم. 3 سال میشه با دستگیری هم برادر چی میکنیم. حالا وضع سلامتیش نیز بدتر میشود. در سرش گوشت زیادتی پیدا شده است. بخشی زیادی پول اویله به طبابت او صرف میشود. مادرش هم بیکار نمی نشیند و فراشی میکند تا به پسرش کمک نماید. 1 هفته پیش شاروخ به قبول وزیر مدافعه رفت و از مشکلاتش گفت. وزیر وعده کرده است که برای جراحی کمک میکند و او را به خارج میفرستد. در برابر این مسئله خانه را هم مطرح کرده است. وزیر گفته است که این مسئله را به حکومت کلوب در میان میگذارد. حالا با همین انتظاری عصا در دست به خانه پدری برگشته است. بین امید و ناامیدی است که آیا دولت به زخمی شده جنگ برای حفظ مرزهای کشور یاری خواهد کرد یا نه؟ و یک خبر دیگر در روسیه قاعده‌های قبول امتحان زبان روسی برای خارجی هایی که میخواهند در این کشور کار کنند سخت‌تر میشوند. از جمله شمار سوال ها 2 برابر زیاد خواهد شد. در این باره 23 ایون یعنی دیروز اداره روسابرنادزور خبر داده است. قاعده نو از 10 ایول به اجرا می‌دراید. سپردن امتحان های زبان روسی، تاریخ و اساس های قانونگذاری یک طلبات برای گرفتن اجازتنامه کار و زندگی در روسیه می باشد. در همین جا برنامه امروزه به پایان می رسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان ارجمند، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعت کنید. سراغه های ما در سامانه azadi.org و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.